یه آماری پارسال اردیبهشت ماه بود در اومد، رئیس بخش سلامت شهرداری تهران اعلام کرد 48% بچه‌هایی که در سیستم آموزش پرورش هستن الان توی تهران 48% اضافه وزن دارن. این یعنی تقریبا نصف دانش آموزای تهران اضافه وزن دارن. چرا؟ بچه باید اکتیو باشه و تحرک داشته باشه. بچه‌ها دارن صبحانه چی میخورن؟ بیسکویت، آب پرتقال، شیر کاکائو، نون پنیر مربا. ناهار دارن چی میخورن؟ انواع ساندویچ با نونهای واقعا داغون، آرد سفید، برنج، ماکارونی، چربی. من دیدم خدایا اینا هیچ راهی نمیدن ما اطلاع رسانی انجام بدیم. رفتیم یه بسته برای اول مهر خودمون برای بچه‌ها طراحی کردیم که اون مواد مغذی و معدنی و واقعا اون نوتریانت هایی که لازمه رو بتونیم بهشون برسونیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که میان وعده بچه بیسکویت با شیر کاکائو، صبحانه‌اش بیسکویت با شیر کاکائو، تو چه خروجی از ذهن این بچه میتونی انتظار داشته باشی؟ بعد میگن بچه ADD داره، بچه ADHD داره، کلی این لیبلا رو بهشون. نه، بچه تو بدنش پر قند و شکره که اصلا نمیذاره این مغز تمرکز کنه لحظه‌ای. تو بیا اون قند و شکر رو از بچه بگیر، ببین چه تمرکزی داره. اصلا نه ADD داره نه ADHD داره شاید.